یه سرسریم لایه باگ تو بربریم آرام نمیگیرم مگه سپهر ایدریم من ندم به چند تا بیه من کلثوم اکبریم باقیشم که میدونی 8 پیش 9 گیرم 31 تیرم توی تعزیه ها شیرم من لایق تغییرم مثل علی پروینم قهوه میخورم میرم باقیشم که میدونی تایوانم به چین میخورم از اون و از این میخورم واسه یه صندلی حتی آبشم بدین میخورم قاشق و کثیف نکنین شامو با موچین میخورم باقیشم که میدونی دست نمیدم من جایگاه فعلی و از خاطر من نبرید اون غرور ملی بی هوای وقت نخورید سالار عقیلیم و باقیشم که میدونی تو از مرغ سحر خستم دستگاه همایونم تو نسیم موی تو دو میخونم تو فرشته ای اما من یه ذره شیطونم باقیشم که میدونی جای دلار تتر میزنم میبازم و جر میزنم جای عطر اتر میزنم حرفای مزر میزنم میشینم و زر میزنم تو ترانه تر میزنم باقیشم که میبینی سلام، خیلی مخلصم. من سهیل غلامرضاپورم و اینجا سومین قسمت از برنامه ترانه است. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم و ممنونم که تو این 3 قسمت همراه ما بودید، نظرات به ما دادید، نظرات خوبی دادید. البته شما هنوز 3 قسمت رو ندیدید زمانی که ما داریم اینو ضبط می‌کنیم. منظورم بچهای پشت صحنه است که استاد بیغم هم دارن تخمه می‌خورن و یه خروج از خواب خیلی با احترام. آره، بچه‌ها خیلی پیگیر کنار ما بودن و امیدوارم شما هم بعد از پخش برنامه در خدمتتون باشیم. اما خواننده یا بندی که امروز قرار بریم سراغشون یک بند پاپ هستن و 2 نفرن که با هم دیگه میخونن. خیلی طرفدار دارن، بسیار طرفدار دارن. خودمونم نمیدونیم چرا، احتمالا خودشون هم نمیدونن چرا، ولی این طرفدارها رو دارن و عرضم به خدمت شما که یک جورایی عمو پورنگ دهه ما هستن. یعنی تلویزیون که ضعیف شد و برنامه کودک دیگه کلا اون کیفیت رو نداشت، بچه‌ها رو آوردن به خواننده ها و خدا رو شکر این 2 نفر مثل واقعا عمو قناد و قلقلی حضور پیدا کردن و تونستن که بچه‌ها رو دست بگیرن. واقعا معرفیشون رو ببینیم، بعد برگردیم بیشتر در موردشون توضیح میدم. بفرمایید. که مثل ما 2 دیوونه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه. خب ببین، میگه که کی مثل ما 2 دیوونه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه. ما نشستیم بررسی کردیم که چه قانون شکنی هایی در ترافیک میشه انجام داد که اینا بی خیال قانون میشن در ترافیک. ببین، یا باید بزنی تو خاکی بری که کار بیشورانه اینا بچه‌ها هنرمندی ان، اصلا بر نمیاد ازشون، یا اینکه پلیس اشتباهاً باید مثلا چون موی یکیشون بلنده اشتباه بگیره اینو فلان کشف حجاب بزنه که اون موقعی که این آهنگ داشت خونده میشد به نظر من از این قانون کشف حجاب اینو نیامد بود، پس اونم سرش گرده. اگر بگیم هر 2 این کارا رو میشه انجام داد، بازم چرا در موردش آهنگ خوندی؟ جدی چی شد که در مورد این آهنگ خوندی؟ کی مثل ما 2 دیوونه قانونه توی ترافیک هم میزنه توی خاکی میره، یا مثلا توی ترافیک هم پلیس روامو اشتباه میگیره کشف حجاب برمی‌داره. چه کار غیر قانونی وجود داره که تو بتونی تو ترافیک انجام بدی که به اون خانومی هم که کنارت نشسته ربط داشته باشه؟ من نمیفهمم. ببین پس اینا معنی داره. درسته؟ میریم آهنگ بعدی، آهنگ کی بودی تو. گوجه رو اینجا چی میگن به ترکی؟ بادمجان. خب ببین ماکامبند، ببین چقدر دقیق میگه چشمای تو دل رو باست. اوکی، چشم شما دل را میرو باید، دل منم آهن رو باست. یعنی دل من به فلزات علاقه داره، مخصوصا آهن.
مغناطیسی ترین نگاه ها مال ماست. تسلا خطاب به ادیسون. یعنی چی آخه؟ بعد اون چشم اون دلرباست، دل تو باید چشمربا باشه دیگه یا دلربا باشه. چرا یهو رفت آهن رو جذب کرد؟ اصلا من نفهمیدم واقعا. و چرا نگاهاتون مغناطیسی شد؟ اصلا بلش بریم آهنگ بعدی. این جزء آهنگایی که من از ماکان بند دوست دارم. اسم آهنگ از شیک. مگه نمیدونی چیه که من تنهام، مگه نمیدونی که میره از دستام، مگه نمیدونی چیه که من تنهام. فردوسی رو 8 دور شما چرخوندید تو قبر. مگه نمیدونی چیه که من تنهام. بعد دیگهش میگه که بخند فلان که طعمش زیر زبونمه. اصلا طعم چی زیر زبونته؟ مگه خوردی خندشو؟ اصلا من نمیفهم واقعا این چی میگه. ولی نقطه قوت این کار اینه که ترانه سراش آیه آرش ایپیه. آرش ایپی مگه ماکان بند نبود؟ اون نیست. هوروش بند کی کامرانمنه که؟ نه حالا آرش ایپی هرچی هست من سرچ کردم همشهری ماه. ببین تو وقتی این ترانه رو آرش جان گیلکی میخوام بگم که متوجه شی ولی نمیگم چون بقیه متوجه نمیشن. آرش جان شما وقتی این ترانه رو برید گوش بدید، شما به اینا میفروشی. خب مثلا یه بخش دیگه رو ببین، میگه که من جای تو گریه میکنم تو چشاتو ببند. من جای تو گریه میکنم تو چشاتو ببند. مگه گریه کردن در مقابل چشم بسته بودنه؟ یعنی تو میگه من جای تو گریه میکنم تو بخند، اوکی ما قبول داریم. یا میگه که من جای تو بیدار میمونم تو چشماتو ببند، اوکی. من جای تو گریه میکنم تو چشاتو ببند. طرف با چشم بسته نمیتونه گریه کنه. ولی میخوام اینو بگم آرش جان دمت گرم، این اصول رو رعایت کردی که دوستان از پایتخت وقتی میان شمال چیز میشه بالاخره دلا پهنا حساب میشه و اینا. شما واقعا در هنر اینو پیاده کردی. یعنی این قاعده رو همچنان داری حفظ میکنی که به دوستانی که میان بالاخره فرو کردن مؤدبانش چی میشه من نمیدونم چیز میکنی تو پاچه. آفرین تو پاچه میکنی. دمت گرم. یعنی میخوام بگم انتقام بچهای این گیلان رو از بابک صحرایی گرفتی که میرن اونجا فلان قد فلان آلبوم میدن مزخرف تحویل میگیرن. شما اینجا واقعا انتقام رو گرفتی و به تبریک میگم. آرش همشهری ما، من واقعا خوشم میاد ازش و اصلا بریم که از بهترین کاراشو گوش بدیم. بیایم بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم. اما آهنگی که از ماکان بند من خودم دوست دارم این آهنگ به نام این خیابونا که داره میگه حالا تو من بد کردی فلان کردی، نه همین حرفای رایجی که همیشه میزنن. بعد یو میگه که در وسط آهنگ لب و لوچتو کج میکردی آدم الکی پر رو میکردی. یه بار دیگه براتون میخونم اشتباه نشنیدید یا مثلا این نبوده که تمرکزتون جایی بوده الان نفهمیدید من چی گفتم. یه بار دیگه میخونم. میگه لب و لوچتو کج میکردی آدم الکی پر رو میکردی. تصور من یک همچین چیزیه که الان میبینید. آره موافقم. واقعا به نظرم زندگی منشوری است در حرکت. نمیفهم چیزی شده؟ چجوری میکنی؟ دارم آدم الکی پر رو میکنم دیگه. آقا شما میفهمین چی میگه؟ گوه نخور سرت تو کار خودت باشه. دیدی؟ پر رو شد. نمیفهمم مثلا چی. سر پایین. تو اصلا منو درک نمی کنی. آدم الکی پر رو میکردی. آدم الکی پر رو نکنید. تو همین آهنگ یه جا میگه که این بغضی که توی سینمه، حالا یه همچی چیزی، باز خودتون برین گوش کنید. من واقعا نمیتونستم گوش کنم، گذری شنیدم. ببین جایگاه بغض سینه نیست، گلوه. خب این بغض گلوی آدمو میگیره، سینه یه سری چیزا توشه، مثلا قلب توشه،
راز میتونه تو سینه باشه، درد میتونه تو سینه باشه، حتی عشق حالا به صورت مجاز میتونه تو سینه باشه، شیر میتونه تو سینه باشه حتی. ولی دیگه این که شما میگی که بغض تو سینمه، اون بغض نیست، تو مشکل قلبی داری. اگه اسم میگونی گرفته، به نظرم یه دکتر برو. بریم گاه شمار امروز رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم. امروز 24 اردیبهشت مصادف با 14 می و 16 ذی‌قعده است. 7 سال پیش در چنین روزی محسن رجبپور، تهیه کننده حامد همایون، در نشستی خبری غیر مستقیم اعلام کرد حامد همایون مال خودمه، خودم اول پیداش کردم، تا کامل ندوشمش ول نمی‌کنم. او که صاحب برند اولویه 1&1 نیز هست، در جواب کسانی که میگفتند تو حامد همایون را استثمار کردی گفت چطور وقتی اولویه میفروشیم نمیگید خیارشور رو استثمار کردید، اما اینجا میگید حامد همایون رو استثمار کردی؟ مقایسه بین حامد همایون و خیارشور باعث دلخوری و ناراحتی شدید بسیاری از طرفداران پروپا قرص این خوراکی خوشمزه شد. این روز را در تقویم روز جهانی خیارشور و قیاس مع الفارق نامیدند. من 1&1 که برند تراز اول مواد غذاییه، اون برند مال منه، زحمتش مال منه. چطور اونجا نمیگن که من مثلا خیارشور رو استثمار کردم؟ اینجا میشه که من مثلا حامد همایون رو استثمار کردم. ما کامپند یا آهنگ دیگه داره به نام واقعی که یک اصلی رو در شعر پیدا کردن و بهش رسیدن که هیچ شاعری در تاریخ بهش نرسیده بود. ببین میگه هنوزم این قلبم به دلت گیره. حالا اینکه قلب به قلب باید گیر باشه یا دل به دل، قلب به دل گیر میشه، حالا کار نمیم، این اصلا برای ما مطرح نیست. هنوزم نگاهات نفس گیره، یکم با این عاشق مدارا کن. آره یکم با این عاشق مدارا کن. یه آره اضافه کرد. بعد میگه عجیبه تا حالا نخوندی از تو نگام، یا وقتی تو هستی یه بند میلرزه صدام، همش واسه اینه که دلم گیره. آره همش واسه اینه که دلم گیره. یعنی یه مصرع رو میگه، یه آره بیزاره، دوباره همون مصرع رو میگه. اینجوری باشه که خب همه شاعر میشه که منم شاعرم. الان من برای شعر میگم هنوزم واقعا دوست دارم. آره هنوزم واقعا دوست دارم. اصلا حافظ همه دیگه اینم جان نمیداد. میگن شب یلدا برای خرید هندونه همه میشن دیوونه. تو همین آهنگ واقعی که ما کامنت خوندن یه تیکه داره میگه که منو یه روز نبینی، تو مسیر نگام نشینی، تموم دنیا برام دیگه بی‌معنیه خنده هام. ببین یا باید بگی تموم دنیا برام بی‌معنیه، یا باید بگی خنده هام برام بی‌معنیه. نمیتونی یه بی‌معنی بذاری وسط، هم قبلیشو گردن بگیره هم بعدیشو. آقا باید یکی رو گردن بگیره دیگه. تو نمیتونی بگی مثلا زندگی عشق حال برام بی‌معنیه خنده هام. آقا نمیتونی، این باید یا قبلیشو گردن بگیره یا بعدیشو. خیلی ساده دارم، لازم نمیخوام حالا زبانی بهت بگم. بعد میگه منو یه روز نبینی تموم دنیا برام بی‌معنیه. تو منو نبینی من دنیا برام بی‌معنیه. من تو رو نبینم دنیا برام بی‌معنیه. اون تو رو ببینه دنیا اینجوری. یعنی مثلا یه روز مثلا دم غروب میگه حاجی خیلی امروز زندگی برام معنا داشت، فکر کنم این منو دید. یه آهنگ دیگه داره ماکان بند به نام سادگیات. میگه عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش. بعد یه جایی در ادامه میگه اون اصلا نمیدونه پس اینه مشکلش. این مشکل توه. ببین اون نمیدونه اصلا مشکل اون نیست. این که تو عاشق اون شدی و اون نمیدونه مشکل توه.
به خدا اینا اصلا چیزای بزرگ ادبیات نیست تا اینا در حرف زدن عادیه. یعنی شما که شعر مثلا مولانا حافظ نمیگید، اصلا مولانا حافظ بخور تو سر من. شما که در حد افشین یداللهی شعر نمیگید، شما که در حد محسن یگانه شعر نمیگید، شما که در حد علیرضا آذر شعر نمیگید، اصلا همینجوری میام پایین‌تر. در حد امید صباغنو که شعر نمیگی، درسته؟ در حد خودت داری شعر میگی، بازم تو همینم اشتباه دارین. مگه میشه آخه؟ بعد میگه یهو ببین وسط این آهنگ که من عاشق اینم، فلان دوستت دارم، فلان بسار، اینا بهش نگفتم نمیدونه فلان، اینا یهو برمیگرده میگه هر چی میپوشی بهت میاد. حس میکنم داشته در مثلا یه بوتیکی داره شعر میگه، یهو مشتری ورود میکنه داره لباس پرو میکنه، میگه آره من تو نمیدونی من دوست چقدر میاد بهتون، من بر داداشم همین رو برداشتم. بعد یا مثلا میگه یواشکی خجالت میکشم تو همین آهنگ. آخه خجالت کشیدن دیگه یواشکی داره مگه؟ اصلا من نفهمم. مثلا اینجوری میگه قربون شما مثلا بفرمایید. بله چی داری میگی اصلا واقعا؟ اما اعصابم خورد شد. بری بخش ببینیم بیا. یادش بخیر با دوست دخترم رفتیم یه پاساژی، لباس رئال داشت 700,000 تومان، مثلا 700,000 تومان از خود مدیرش میگیرم 500,000 تومان. اما ماکان بند یه آهنگ دیگه داره به نام نردبون. از زبان یه نردبون حرف میزنه. خب میگه شدم یه کهنه نردبون تو دستای هر آبری. بذار شروع بشه بعد گند بزن. آخه ببین اون چه که در دستای هر آبری ممکنه باشه، مثلا موبایله، کیف سامسونته، کیف پول، خرید سیب زمینی، پیازه، تو دستای هر آبری نردبون وجود نداره. تو دستای هر آبری اصلا آبر عبور، عبره بر وزن فاعله، یعنی کارش عبوره، داره میره. نردبون دستش نیست. میتونی بگی مثلا شدم یه کهنه نردبون تو دستای هر گچکاری، مثلا که اونم تازه خود گچکار نه، تو دستای شاگرد گچکار، که اونم یه نردبون باز نیست. میدونی چون اونا از این نردبون دوتایی ها هشتی ها دارن که یکی این ور یکی اون ور. خب شما چون دو نفرید، یکی تو یکی اون دوست، فهمیدی؟ پس نه، پس نردبون عملا اینجا اصلا حالا کار نداریم. نردبونه داره حرف میزنه، میگه آقا هی پا میذارن رو من میرن پشت بوم فلان، هی ممکنه بشکنم هی فلان. بعد یه نردبون دیگه جدید که اومد منو گذاشتن کنار و فلان و اینا. یهو وسط این میگه که تو رو خدا هر چی میشنوی بین خودمون بمونه. اینجا اسم میکنم شاعر گوزید. وگرنه اینایی که شما قبل گفتی اصلا چیز سکرتی نیست که تو میگی بین خودمون بمونه، مگر این که نخوای که مثلا کسی بفهمه این با نردبون حرف میزنه. آره تابلوه دیگه، مثلا بری بگی نردبون اینا رو به من گفت، طرف فکر میکنه مثلا داروش تبهکاری، مثلا نمیشه. خب به خاطر همین آره اینو بهت حق میدهم. و نکته بعدی هم این که بریم یه آیتم ببینیم، بیام سراغ آهنگ بعدی. آسمونم نمیاد پر پرواز، آسمونم نمیاد سر افرا، آسمونم بعد دیگه بعد دبراش، زد و وقت زد و درد داشت انقدر نمیاد. یه آهنگی داره ماکان بند به نام حس عجیب. خب من تاییدشو میخونم براتون بعد حالا پلی میکنم. میگه روبروم ایستادی و من خیره تو چشمای تو، اون چشمای تو همه دنیام او، بگیریشون ازم دیدی یهو دیوونه شد، عاشق دیوونه شد. ادامهشو گوش میدیم. کجا بگردم دنبال شو، کجا بگردم دنبال شورت؟ شغل نداره. شغل که شغل دارن که شغلشون چی؟ شغلشون همینه دیگه، میخونن خوانندن. این شغلشونه. آره داداش پول در میارن ازش. چی بگردی؟ کارشونه. نکن دنبال شو میگرده که یعنی ما مثلا ما هستیم، اگه شو میخوای که در مورد صحبت بشه ما اینجا مثل گل. کار ما چیه؟ کار ما همینه. درسته؟ اما جدی شما چرا همیشه یه واو اضافه دارید؟ تو
اسمتون انقدر که به واو علاقه دارید یه واو میذاشتید جای یکی از حروف. موکانبند یا حالا هر چیز. درسته؟ آخه چرا اینقدر شما واو دارید؟ ببین الان مثلا ببین این واوای اینا حال منو بهتر میکنی و اصلا اینجا چیکار میکنه؟ خب هر بار این در رو محکم نبند نرو، این چشمای تر رو نکن تو بدتر رو. باز اوی اضافه داره. میدونی که منطقش منظورم منطق بود. منطقش اینه که میدونی که منطقش میدونی چیه؟ میگه که ببین این که وسط شعره، یه چیزی قبلش گفتم یه چیزی هم بعدش گفتم، وسطش و باید بذاریم دیگه. اصلا این کاربرد واو این نیست. کاربرد واو یه چیزی دیگه اساسا. شما میخوای یک چیزی که از جنس خودش رو بگیم، مثلا میگی من و رضا رفتیم مثلا به پارک. این که تو آخر هر جایی که کم میاری آخر بیت میای واو میذاری، این اصلا چیز درستی نیست. میدونی چی میگم؟ به درد کسی خوردی، به درد نخورد، به دردش بخوری، به درد نخوری. خب یه آهنگی داره ماکان بند به نام حیف که میگه نوشتم رو برگای خیس آبی. ببین برگ یا سبزه یا زرد یا قرمز در طبیعت. خب اصلا ما برگ آبی نداریم، درسته؟ گلبرگ هست که آبیه ولی برگ آبی من ندیدم. ببین من با این عقل، مگه اینکه از این فیلترها هست توی اینستاگرام میذاری همه چی مثلا یه رنگ دیگه نشون میده، شاید اون باش. بعد میگه که تو تک ساقه این شالیزاری. ببین من شالیزار رو، چون ما اینور شمالیم دیگه ما بیشتر میدونیم. شالیزار یعنی تعداد زیادی شالی، به اینا میگن شالی. مثلا شالی، 2 شالی، 3 شالی، 4 شالی، از یه حجمی به بالاتر رو بهش میگن شالیزار. تو تک ساقه این شالیزاری اون نیست، اون اصلا جز شالیزار ما حسابش نمی کنیم. خب بعد اونم که میبینی اون خوشه است، تو تک خوشه این شالیزاری. ساقه فقط این تا اینجاشه اگه دوست داری بدی، مگه این که خیلی لاغر باشه دوست دخترت مثلا بخوای بگی که حالا دوست دختر من دارم میگم حالا بیس رو روی میذاریم ما، شما بخوای بگی مثلا تو تک ساقه ای و به لاغریش اشاره بکنی، وگرنه اصلا نمیشه، اون خوشه است. اگر دوست دارید بدونید این اشتباه رو البته جای دیگه هم داشتیم. محسن ابراهیم زاده هم میگفت دونه 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 یه ستاره، خورد به میکروفون، دونه 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 یه ستاره تو آسمونه. ببین 4 تا رو خودش شمرد. خب دونه 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 یه ستاره تو آسمون. ریاضی بلد نیستید و میاد خواننده میشید. زنده باشید. اما آهنگ بعدی میخوام بیام در خونتون، نمیخوام بیای حرف بزنم با باباتون، وای نمیخواد آقا. ماکان بند یک آهنگی داره به نام پیشم بخند. اولش میگه دستاتو میذاری رو قلبم. تصویر رو شما داشته باش، شما دستاتو بذاری رو قلب، خب اینه. دستاتو میذاری رو قلبم میگه این. خب این اصلا باز چیز شاعرانه ای نیست. دستاتو میذاری رو قلبم و میفهمم با تو همین آرامشو، تا اینجاش هم اوکیه، نمیگیره جاتو. یک بار دیگه میخونم که فکر نکنید من اشتباه دارم یا شما دارید اشتباه میشنوید. دستاتو میذاری رو قلبم و میفهمم با تو همین آرامشو، نمیگیره جاتو. تو این زندگی نمیخوام جز چشاتو. اون یه چیز جدایی اصلا به این ربطی نداره. ببین اینو اگر من بخوام مثلا این نمیگیره جاتو رو ازش حذف کنم، ببین چی میشه. میشه دستاتو میذاری رو قلبم و میفهمم با تو همین آرامشو، تو این زندگی نمیخوام جز چشاتو. اون نمیگیره جاتو اینجا اضافه است. اون حس میکنم از آهنگ شاهین نجفی افتاده این تو، میگفت کی میگیره جاتو، این وسط ایلومیناتیوار جواب داد، گفت نمیگیره جاتو.
که البته نکته رائفی پوریش چیه؟ این قبل اون اومده، یعنی آهنگ ماکان بند قبل اون کی میگیره جاتو بوده فکر میکنم. پس شما یه نمیگیره جاتو اینجا اضافه داشتی، متوجهی؟ خیلی اضافه داری. یادا بخوام روک بیاد بگم کلا اضافه از اذان هم شروع شد، به احترام اذان میریم، بعد اذان ادامه برنامه رو میشنویم. ماکان بند در همین آهنگ پیشم بخند یه بخشی داره میگه خشکی بشم بارونم میکنی. ببین اصلا در هیچ کدوم از قواعد تبدیل این نمی گنجه. من خشک بشم تو خیسم میکنی، خب اینو اصلا تو نباید بگی، اون باید بگی. من خشکی بشم تو دریام میکنی، من ابر بشم تو بارونم میکنی، من آفتابی بشم تو بارونیم میکنی. من خشکی بشم، خشکی یعنی خاک، یعنی مثلا جزیره، یعنی ساحل. تو بارونم میکنی. ببین این نه در قواعد تبخیر میگنجه، نه تسعید، نه میعان، نه چگالش، نه ذوب، در هیچ کدوم نیست. میدونید من میگم ببین در حد باز این علم اندک خودم، حالا اساتید من اینجا نشستن، اینا شعر نیست مگه اینکه زیر کرسی گفته شده باشه که خب اون دیگه حالا قواعد خودتون داره، کاملا درسته، ما هم لذت میبریم. بریم چند تا ویدیو از دوستان ببینیم در بخش بعدی و ببینیم مثلا، چون اینا خیلی جذاب، ویدیوهاشون از خوندنشون واقعا جذاب‌تره، اینجوری میکنه. بریم حالا میبینیم، صحبت میکنیم در موردش. خیلی بامزه. تماشاگر بهش میگه من 5 بار اومدم شما آهنگ ناخدا رو نخوندی، میگه این بارم نمیخونم. منم بودم این خوز اول خونده بودم، روم نمیشد توی کنسرت بخونم. حق داره برای گوش شما ارزش قائله اون جایی که نمیخونه. درسته؟ گوش بده، شعر این اثر فاخر ناخدا رو برای شما میخونم. کشتی من به گل نشست. ببین ایشون یه کشتی داره که به گل نشسته، درسته؟ ناخدای خوبی نداشت، تن شکستم و ندید، روح منو تنها گذاشت، من رو مشت تنها گذاشت، به شوق مقصدی قشنگ تنمو به دریا زدم، دستم تو دست ناخدا میگفت که راه رو بلدم. دست من در دست ناخدا بود در این کشتی که سوارش شدیم. اعتماد کردم بهش، عاشق شدم، اما عشق منو ناخدا هیچ وقت ندید فلان. این وسط افتادم کسی منو نمیفهمه، ای خدای کار کن، ناخدا چه بیرحمیه، ناخدا بیرحمیه. یوم یه کشتی بیجون منم. شما دوتا الان سوار کشتی بودید، تو ناخدا. آقای من اشتباه میگم من بگید. بعد یو گفتی کشتی هم منم، یعنی تو ناخدا سوار خودت بودین. خب بعد کارهایی که ناخدا کرده، ببین دستم تو دست ناخدا بود، بهش اعتماد کردم، عاشقش شدم، ناخدا یه بیرحمی کرد، بعد ولم کرد. این ناخدا، ببین ما اینور به این مدل ناخدا میگیم ناخدای دریا نوردی کن در رو. یعنی اینجوری این ناخدا این مدلی هن که دریا نوردی میکنن و بعد بالاخره در میرن و آره. و ما نفهمیدیم حالا کشتی خودتی یا ناخدا. میگه که انگاری ساحلم با من همدرده، هر دومون منتظریم ناخدا برگرده. اینقدر این ناخدا دریا نوردی کن در رو بوده که همونجا بیرحمیشو انجام داده، پریده تو آب. یعنی نمونده که لااقل برسه این تا ساحل و حالا بعدم پیاده بشه، همونجا گفته من دیگه نمیخوام، دیگه ولش کن، من لایق تو نیستم و رفته ناخدا. آره اینکه میبینید نمیخونه به خاطر اینه، وگرنه بنده خدا به سر گلیه واقعا. اینو جدی میگم. یه چیزم بهتون بگم، حالا این نه در با ما وارسته ای مثلا ترسی نداریم، ولی اینو جدی میگم، اینا آدم‌های هنرمندی هستن، واقعا دوست داشتنی هن، ولی نمیدونن دارن چی میخونه. یعنی من با شخصیت خود این آدم‌ها واقعا کار ندارم و خیلی جا کارهای باحالی کرده و من دیدم، ولی شعر و اینا رو متوجه نمیشن دیگه. تقصیر خودشونم، عافیت باشه آقای بیغم، تقصیر خودشونم نیست. بریم ویدئوی بعدی رو ببینیم. ماهی در جنگ آب داشتم،
به گنجیش خیره شدم. گنجیش به ماهی گفت داره دقت میکنه گنجیش که چی میگه. مگه گنجیش حرف میزنه؟ اصلا گنجیش که بگه مگه من میدونم اون چی میگه؟ بس میگه که یه ماهی در تنگاب داشتم، به گنجش خیره شدم، گنجش به ماهی گفت و بعد یو ذوق زده میشه میگه واقعا منتظرید ببینید گنجش چی به ماهی گفت؟ آقا مگه گنجش حرف میزنه؟ تو آهنگ داری نردبون توش حرف میزنه، تو آهنگ داری کشتی توش حرف میزنه، بعد گنجش که ما سابقه داره با حضرت سلیمان حرف زده. میگی چرا؟ ببین آره این داستانی که شما توش تعریف می‌کردی و همه با احساس داشتن گوش میدادن و ایبی الان بیاد رو صحنه تعریف کنه طرفدارش میگن آجا این چیه؟ آجا فکر می‌کنم صداش کنم ایبی جان این چیه داریم میگی؟ داریوش بگه بله داریوش اقبالیه، ولی از تو شنیدن اینا رو، یعنی اصلا چیز زیاد غافلگیر کننده این نیست که شما بیای صحبت گنجش کن مثلا با چیز انجام بدی، با ماهی انجام بدی. به خاطر همینه، یعنی کریر میگن کریر کاری شما همین بوده که دیگه دیوار حرف میزنه و نردبون و چیز و اینا. گنجش به نظرم بهش میرسه حداقل یه بار یه چیز بگه به ماهی. خوشگله ولی امیر نیست، خیلی خوشگله. من به این حسودی میکنم دارم این حرفا رو میزنم اما میدونین که آره حله. تموم کنیم برنامه رو آقا. این قسمت هم تموم شد، منتظر نظراتتون هستیم. اگه فوش بدید بلاک میکنیم، نظر مخالفم بدید نمیخونیم، واقعا فقط تعریف کنید، رک باشم باتون واقعا. و قسمت بعدیمون هم در مورد یک رپره که خیلی دوستش داریم و منتظر باشید دیگه، اتفاقای خوبی در راهه. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. بوس به اقصا نقاطتون.